من از بچگی پول پس انداز میکردم، اما وقتی بزرگ شدم متوجه شدم این کاری نیستش که همه آدم ها انجام بدن. چیزی که تو روانشناسی پول من خوندم میگن که در واقع از هر پولی که در میاری 80% رو باید برای خرج و مخارج زندگی، تفریحاتت، خریدن یه هدیه برای خودت، برای عزیزات در نظر بگیری و 20% رو سیو بکنی. برای شروع بحثمون میخوام رجوع کنم به کتاب ثروتمندترین مرد بابل. من خودم آدمی بودم همیشه که خیلی دوست داشتم از لحظاتم لذت ببرم، اما هیچ وقت این موضوع رو نادیده نگرفتم که آینده من هم تشکیل شده از یه سری لحظاتی که اون زمان تجربهش میکنم، زمانی که الان نیست و در آینده وجود داره. این کتاب خیلی خوبیه اگه دوست داشتین بخونین، ولی اگر هم نخوندین براتون بگم داره در واقع زندگی ثروتمندترین مرد بابل رو تعریف میکنه که چی شد ثروتمند شد و از چه تکنیکایی استفاده کرد و یه نکته اساسی توی این کتاب گفته میشه و یه جورایی ارزش پول پسنداز کردن رو توی این کتاب خیلی زیبا توضیح میده. توی این کتاب میگه اگه ما 10 تا سکه درآمد ماهیانمون باشه، از اون 10 تا سکه هر یه دونه سکه‌ای که میدیم برای خریدن چیزها و فکر میکنیم اون چیزها مال ما میشن، در واقع مال ما نیستن. ما وقتی که یه نونی میخریم این پولو میدیم به نونوا، وقتی یه لباسی میخریم این پولو میدیم به کسی که داره اون لباس رو تولید میکنه و هیچ کدوم از این پولها در حقیقت از نظر فلسفی مال ما نمیشن، مال ما نمیمونن. در نتیجه هر درآمدی که ما داریم و داریم خرجش میکنیم، پولمون رو در واقع داریم میدیم به دیگران تا این گردش مالی ایجاد بشه. در قبال اون پولی که میدیم به دیگران یه سری کالا دریافت میکنیم و توی این کتاب میگه در حقیقت اون پولی برای شماست که شما پسنداز میکنید و ارزشش رو حفظ میکنید، که در صورتی ما میتونیم ارزش پولمون رو حفظ کنیم که بتونیم یا خود پولمون رو پسنداز بکنیم، روی هم جمعش کنیم. به خاطر تورمی که وجود داره خب قاعدتا ارزش پولمون کم میشه، پس میتونیم با خریدن طلا یا با خریدن ملک و چیزهایی که میدونیم ارزش پولمون رو حفظ کنه یا مثلا دلار، در واقع یه جورایی جلوگیری کنیم از اینکه ارزش پولمون روز به روز ازش کم بشه. از هر 10 سکه‌ای که ما در میاریم، 1 سکه رو میذاریم کنار و فکر میکنیم که اصلا اون پول وجود نداره و یه چیزیه که قراره در آینده پشتوانه امنیت و آرامشی که بهش میرسم رو به ما بده.